سلام بچه ها، من تصمیم گرفتم داخل بودم چون بارون خیلی شدیدی داره میاد، لیتر آب شده. بریم ببینیم که چقدر میتونیم امروز برویم. خب رسیدم داخل. بچه ها هیچ بهانه‌ای نداریم. اگر اینکه بیرون بارون بیاره باید داخل ورزش کنیم. 2 تا نوشیدنی موقع ورزش باید همیشه کنارشون باشه، خصوصا اگر اینکه کاردیو میرید. اولیش الکترولایته که مخلوط لیمو، نمک و شکره. دومیش آب معمولیه برای دیهایدریت شدنتون که آب بدنتون از دست نره. و همیشه یه حوله هم با خودتون داشته باشین که وقتی عرق میکنین روی وسیله ها نریزه. اول با سرعت 5 به مدت 10 دقیقه گرم میکنید. اگه زانو درد دارین این 0، اگه زانو درد ندارین این 1. وقتی شد 10 دقیقه اینو بکنیم شماره 6. 15 دقیقه که شد میبریم روی 6 و نیم. 20 دقیقه 7. حالا آروم میاریم پایین. 25 دقیقه 6. 30 دقیقه نصف راه رو اومدیم. اومدم بهتون بگم یادتون نره آب بخوریم. بریم 30 دقیقه بعدی رو بریم. سرعت رو ببر بالا و 5 دقیقه رو 6 و نیم بمون. 35 تا 40 روی 7. به 40 دقیقه رسیدیم. 20 دقیقه مونده رو روی سرعت 5 آروم ادامه بدیم. مطمئن باشید. حتما این ویدیو رو سیف کنین و انجام بدین و بهم بگین توی 1 ساعت شما چند کالری سوزوندین. 5 کیلومتر 365 کالری توی 1 ساعت. اگر این ویدیو برات مفید بود حتما لایک کن، ذخیره کن و اگه سوال داری برام کامنت بذار. برای آموزش های بیشترم حتما فالوم کن.